باز هم سلام، باز هم خبر و باز هم کامنت. من هم سلام میکنم خدمت همه دوستان و اگه موافق باشید سریع بریم سراغ خبرها و کامنت ها. این بار بابک جان خبری در کار نیست، خبر کمشه. این بار میخوایم از جدیدترین دستاورد رژیم صحبت کنیم. آها، منظورت همین آتش سوزی انبارهای میدون مولوی دیگه که بعد از پلاسکو خیلی دستاورد بزرگی بود. برو بالاتر. همین کسری 600,000 میلیارد تومانی بودجه منظورته. بابا صحبت از دستاورد دریایی، صحبت از دستاورد فرامنطقه‌ای، فرا بین‌المللی. بله گرفتم. یه لگنی چیزی ساختن به اسم ناو انداختن تو دریا. نه، یک ناو دریایی به نام دنا رفته کل دنیا رو چرخیده، برگشته پهلو گرفته. اینم دور دنیا در 80 روز. آره ببین فیلمشو. بله رفته بود دور دنیا رو زده بود، برگشته بود. الان حالا دستاوردش چیه؟ چون ببین دور دنیا رو که با بالون 80 روز زدن. الان هم که هر روز یه نفر از این جهانگردای کوله میندازه با دوچرخه دور دنیا رو میزنه. خب حالا زدن دستاوردش چی بود؟ قاره کشف کردن یا فهمیدن زمین گرده؟ نه احتمالاً چون اون عمق استراتژیک قبلیشون ته کشیده، رفتن تو آبای عمیق دنبال عمق استراتژیک جدید. بله. حالا من میگم قبول. اصلا یه دور دنیا رو با این ناو دناتون زدید. شق القمر کرد. شق القمر. اگه ناوبریتون تموم شد بیایم بریم سراغ قیمت بربری. یه برای مدت کوتاه ناوبری رو ول کنیم، بیایم توی نامبربری. ببین قیمت‌های نامبربری بعد از دور دنیایی که زدن ببینیم چه تغییر کرد. نه فقط نامبربری. کلاً قیمت. بله، نان لواش 450 تومان، نان لواش یک نوع دیگه 500 تومان، نان بربری یه نوع 1500 تومان، یه نوع دیگهش 2000 تومان، نان سنگک یک نوع 1750 تومان، نان سنگک نوع دومش 2000 تومان. فکر نان باش که خربزه آب است. اینا همه مال بعد از بعد از سفر دریایی. یه منظور این است که فکر نان باش. اینو قبول دارم، ولی بابک تو فقط نگاهت به قضیه از بعد نانه. بله. این قضیه سفر دریایی از بعد آب باید بهش نگاه کنی. ببین معاون وزیر جهاد کشاورزی رژیم گفته برای 2 میلیارد نفر هم میتوانیم آب تامین کنیم. چرا از این زاویه نگاه نمی‌کنی به صحنه؟ زودتر نگفت. دستاورد همین بوده. احتمال از هر اقیانوسی دریایی رد می‌شدن یه پیت آب برمی‌داشتن که جمعش با ریاضی این ابلک، احتمال استاد ریاضیش رئیسی شده 2 میلیارد. منتها من میگم قبل از اینکه این آب بدن به مردم که تشنه نباشن، بدن به رئیسی که ببنده به وعده‌هاشون. وعده‌های رئیسی بیشتر از همه آب نیاز داره. خیلی آب می‌خوره. اساساً آبکیه. بابک همه این صحبت‌ها رو کردیم، اما تو یک نکته خیلی مهم رو جا انداختی، بهش عنایت نداشتی. اونم نحوه سوخت رسانی به این ناو بود. تو اصلا میدونی؟ آره دیگه. ببین تو هنوز میدونی اصلا الان آمریکایی‌ها، خارجی‌ها تو ابهامن که آقا چجوری اینا به این ناو سوخت میزنن؟ میدونی همه فکر میکنن این سوخت هسته‌ای بهش میزنن. واقعا اینا رو میدونی؟ اگه نمیدونی اینو ببین. و خیلی امریکایی‌ها مانور کردن روی این که سامانه حرکت ما فقط میتونه هسته‌ای باشه، غیر از هسته‌ای امکان نداره کسی از آرام با این ناوشکن عبور کنه. اما اونها در عجب این بودن. 2 هفته ما رو رصد کردن کامل با همه حساسه ها که این رو در بیارن، اما نبود. اما چگونه ما تامین کردیم در ابهام، انشالله با همین ابهام به درک واسه. حالا من امروز میخوام از همه خارجی تو همین برنامه و آمریکایی‌ها تو همین برنامه رفع ابهام کنم که چطوری عملیات سوخت زدن به این لگن ولایی انجام میشه. این کلیپ رو نگاه کنید.
با شلنگ سوخت دادن که من گفتم پس چرا میگه آمریکایی‌ها که همه تو ابهامن، خارجی‌ها تو ابهامن؟ چطور متوجه نشدن با شیلنگ به این سوخت زدن؟ آره دیگه، ببین این سیستمی که اینا ده سوخت میزدن همون شبیه اون موقع ها تو محله ما نفت رو هم با شیلنگا به ما میدادن. همینجوری میزدن. اون نفت فروش محل ما هم عمرش داد به شما، هنوز خارجی‌ها نفهمیدن که ما نفت خونه‌مون چطوری هنوز تو ابهامن که نفت خونه ما چطوری تامین میشده. بابک، من امروز فهمیدم تو در زمینه رفع ابهام کلاً یه تخصصی داری. حالا یه عکس مبهمم من بهت نشون میدم، اینم برای ما رفع ابهام کن. توی این استبل ولایت توی این عکس چه اتفاقی داره میفته؟ چیکار دارن میکنن این بابا رو؟ من یاد استخر افتادم که اون یه نفری که از آب میترسید دست پاشو میگرفتن مینداختن نقطه عمیق استخر، احتمالاً این عضو مجلس ارتجاع زبون درازی کرده، دارن میبرنش بنازنش استخریش کنن پیش رفسنجانی. تنها تفسیر من از این عکس اینه. راستی میرن این دفعه هیچ صحبت از قطار پیشرفت نکنه، همش تو اقیانوس ها و ما رو یه دور دنیا چرخون شد، قدیمی شد، الان صحبت ناو پیشرفت بود دیگه. اما حالا قطار پیشرفت رو ول کن، من یه چیزی آوردم این دفعه واقعا خیلی خیلی کامنت خوره. ببین اینو. یعنی واقعا ما نگاه طرف وایساده دستشو میزنه به دست خمینی، بعد میزنه به اونایی که اونجا وایسادن. یعنی چی آخه این؟ من یاد دوران که به ابتدایی بودیم افتادیم که میگفتن الکتریسیته ساکه، ما دستمون میکشیدیم به پوست گربه یا به فرش میزدیم، به رفیقمون جرقه میزد. احتمالاً این یارو خمینی رو با گربه اشتباه گرفته بلا نسبت به گربه میخواد برق بگیره از خمینی. بله میخواد برق بگیرتش. با همین اسم این طرف باید گذاشت رابطه مخصوص حماقت. همین آدما خمینی فرستادن تو ما، هم با همین اطفارا. بابک، تو میدونی اصل و نسب خامنه‌ای کجاییه، چی جوری هست؟ مگه اصل و نسب هم داره؟ والا من نمیدونم، اما الان ظاهرا جدیدن یه خواهر بولیویایی پیدا کرده. خواهر بولیویایی؟ آره، سفیر بولیوی در ایران گفته بروید ببینید چه بر سر خامنه‌ای برادر ما گذشته است. ببین مهران، یه سری خواهر و برادرها تنیه یا خونیه، یه سری خواهر و برادرها شیری هن، یه سری خواهر و برادرها نفتی هن. یعنی خامنه‌ای همونجوری پول پاشیده، تو ونزوئلا خواهر داره، بولیوی خواهر داره، همه خواهر برادرای نفتی. مشکل این خواهر برادرای نفتی اینه که تا پولداری هم رفیقتن، به محضی که پولشون کم شد همین خواهر برادری پیمان شکسته یعنی میشه. مفتم گرونه. احتمالاً الان امیر عبداللهیان زرافه ولایت همین حرف سفیر بولیوی رو ببینه، اینو به عنوان دستاورد دیپلماتیک حساب میکنه. میگه ببینید طرف برگشته به خامنه‌ای گفته برادر من. نه این دستاورد نیست. دستاورد الان من بهت نشون میدم که دیپلمات تروریستای رژیم تو لندن از ترسشون با ماسک و کلاه و یه طوری میان بیرون که کسی نشناسنشون. این دستاورد اقتدار نظامه. اینا که هنوز تو قدرتن، تو لندن اینجوری خودشون مثل سگ میترسن، بلا نسبت سگ البته. وای به حال این که فردای بلایی سرشون بیاد که دیگه باید دنبال سوراخ‌موش بگردن. جمعی یعنی یه سوراخ‌موش چند نفر از اینا باید توش جا بگیره. رسیدیم به بخش پایانی، یعنی کامنت یک جمله‌ای. بابک واقعا تمام تلاش تو بکن که یه جمله بیشتر سخت‌ترین محدودیت برای من یه جمله بیشتر نشه. سخت‌ترین محدودیت ولی انجام میده. ببینیم این هم عکس و چه مشترک این لباس‌ها چیه در این عکس. هیچی دیگه. اینها این لباس‌های مخصوص غارت و چپاول تو نظام. تمام. بینندگان عزیز، ممنون که با ما همراه بودید. تا هفته دیگه و یک کامنت دیگه. خدا نگهدار. شاد و سرفراز باشید.